منطقه سوادکوه، لفور زیبا، اینا هم که عزیزان دوچرخه سوار و بسیار تعطیلات خوب و جای همه دوستان خالی. این عجب طبیعت. سد لفور یا سد البرز، بسیار سد خاکی زیبا و جلوه‌های زیبایی به منطقه داده. این هم از نمای و خیلی قشنگ بی‌نظیر، بسیار زیبا و قشنگ و بسیار قشنگ. عجب طبیعتی، روستای کفاک، بسیار زیبا و دیدنی، خیلی قشنگ، خیلی قشنگ، خیلی قشنگ. رخت بزرگ و به به به، سد لفور بسیار عالی، روستای اسپوکلا خیلی زیبا، دل طبیعت واقعا بسیار بسیار جذاب. به 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 به. اردیبهشت ما دیم، جای همگی خالی. برنج و عرضم به حضور شما که دمنوش هم ما اینجا داریم، اگر ملاحظه کنیم دمنوش نعنا و بقیه.
نوش نعنا، برنج و کباب، جای همگی خالی در این طبیعت زیبا. اگر از ویدیو خوشتون اومد اونو لایک کنید و چنل منو سابسکرایب کنید و تیک زنگوله رو بزنید.